سودانی‌ها تونستن با رهبری یک زن حکومتشون رو تغییر بدن. ما چرا نتونیم؟ میدونستید در سال 2019 دختری به نام آلا صلاح فقط با خوندن یک شعر در میون مردم و بدون ارائه هیچ برنامه‌ای برای آینده کشور تونست جرقه انقلاب سودان رو بزنه؟ آره، با استفاده از احساسات زنانه یک حکومت سقوط کرد. الگویی آشنا برای ما ایرانی‌ها. زن، زندگی، آزادی. اما بد نیست ببینیم حالا سودان بعد از اون انقلاب زنانه در سال 2025 در چه وضعیتی قرار داره. بعد از سقوط حکومت عمر البشیر، قانون حجاب لغو و سرو مشروبات الکلی آزاد شد. اما در کنارش با افتادن کشور به دست گروه‌های مسلح جنایتکار، کشتار وحشیانه زنان و کودکان هم آزاد شد. گرسنگی، فقر، ناامنی و غارت منابع سرشار کشور مثل طلا و نفت هم آزاد شد. آلا صلاح به انگلستان رفت و آوارگی، مرگ و فقر برای مردم سودان موند. تمرکز این روزهای رسانه‌های غربی بر گسترش بی‌حجابی در ایران رو به سادگی از کنارش نگذرید. اونها هدفی غیر از ایجاد جنگ داخلی در ایران به بهانه حجاب ندارن. دلیل تجربه سودان.